روزی جمعه گس هوا برشیده که چرخ سواری کنی. قوما مانده نباشید. قوما اینجی پس روزی خوشیش دود. ای کوته خونگروی کری که مرا خیدو نکد. بعد قریب 1 ساعت دزی سرک رسیدی که سرک درختی نام داره. امو ترنوربند دولی است که ایت نگوی. سرک که تیر کدی دزی ساحه یک بچه آته خوراوش کدم که سرزمی در منده کار بود. جان تجاره بخیری تکرایی. از کجای وطن هستی؟ از کجای وطن هستی؟ لال سر جنگل. نام قریه خورا میدونی نه؟ نه. ما که هستیم ما مرزی لال دیکندی از سنگ تخت و بندر. متولد ایرانی؟ متولد اینجی؟ خب بخیر رنگ آمایشتی ها؟ عیش واسطه بچه. آخرشی یک عکس یادگاری گرفتی و خدافیزی کدی. کمک پیشتر که رفتی در یک گله گسپو رسیدی. دیلدره که تیدندوی کته های ششونی. چپویشی ما را اوش کد و کته های خورا عید کد که بیغم بیشنه و ما مامور تیر شونی. چطوری قوما؟ بعد 2 ساعت که در آخر قریه رسیدی اینی قلعه را دیدو کدی که مرا یاد قلعه داوود سرخوش انداخت. 5 ساعت از چرخ سواریمو تیر شدود که خسته و منده در یک هتل تا شدی تا کمک کاوره خورا پر کنی که قصه مو هم اینجا خلاص شد علیگو.